سلام، خوش اومدید به کانال مبین اف سی. امروز تو این ویدیو قبل از اینکه همه چی بگیم ساب و لایک یادتون نره. امروز تو این ویدیو اومدیم برخی از باکس ها رو تست ببینیم کدومشون خوبه کدومشون بده، بگیریم کدوم سود کردیم، باکس های رایگان، شانس های رایگانی که داریم و توضیحات برخی از باکس ها. بریم سراغ باکس ها. خب اف سی بایر مونیخ رو داریم. اف سی بایر مونیخ جدا از قهرمانی دیگه این هفته آورد و جیمی هم خوبه. این دو باکس رو توضیح نمیدم چون بعدا حالا توی ویدیو دیگه توضیحشو میدم. خب بیایم سراغ این باکس ژاپنی، باکسی که فکر نکنم هیچکی بزنه براش چون کلا کارتاش افتضاحه. اگه زدید نزنید جواد خیابان، اصلا براش نزنید چون هیچ فایده ای نداره. این اصلا هیچ کدوم از کارتاش به درد نمیخوره. با این باکس ترکیه افتضاح ترین دوتا باکس های این هفته، دوتا از افتضاح ترین باکس ها. نزنید این دوتا رو حذف کنید از زدن. خب بیایم سراغ باکس بایر مونیخ خبسی که با دوتا شانس رایگان و یک ورودی بعد از آپدیت که بهتون میده، دوتا شانس رایگان هم میتونید برید از هوش مصنوعی بازی به دست برید. خب جمال موسیالا داریم کارت اول که باید ببینیم چطوریه. سبکش بدک نیست، به درد فقط مهاجم‌ها اس و هافک تهاجمی میخوره. مثل کوینه، حدودای کوینه که با پوتو میاد، مثلا پوتوی 100 از کوین و اینا میان خوب، مثل همینان. سرعتش خوبه، شوتینگش خوبه، دریبلینگش خوبه، فقط یکم فیزیکش ضعیفه. کرلش که هم کاتش هم خوبه، آگاهی محیطیش هم خوبه که اسکیلاش هم ببینیم. اسکیلاش اونقدر خارق‌العاده نیستن جز حالا 3-4 تایی. کلا این باکس اسکیلاش افتضاحن، یعنی اسکیل خوب ندارن ولی کلا بازیکنای خوبی جز کارتایی که صد میشه با هریکین که این بریم ببینیمش. خب هریکین هم قد خوبی داره، به درد فقط اونایی که ساند پیکشن هم الان میگم چرا به دردشون میخوره. خب هدینگش بالاست، پاسینگش بدک نیست، کلش و پاسینگاش بدک نیست، هدینگ و فینیشینگش خوبه. بعد پایین‌تر که بیایم جامپش هم بدک نیست، خارق‌العاده که نیست ولی بدک نیست. به درد مثلا اونایی که خیلی خوب هد میزنن خوب به درد میخوره، هدینگ داره که اینا به درد کارتایی که هدینگ میخوان به دردشون میخوره. خب کارت بعدی جو کیمیش هم جدا از بازیکنهای خوبه. کلا کیمیش کارتاش تو ای فوتبال عالیان، چه رایگان باشه، چه پوتو باشه، چه حالا این اپیک باشه، شو تایم باشه، فرقی نمیکنه. خب فیزیک و دفینگش خوبه، تکلینگش هم خوبه، فقط به درد هافک دفاعی میخوره. دفاع راست هم میتونه بازی کنه ولی بازی خیلی خوب اونقدر بازی میکنه. سانتش هم خوب اونقدر خوب نیست که برای دفاع راست. خب اینم از این. اسکیلاش هم گفتم هیچ کنم از این اسکیلا به درد نمیخوره این باکس، حالا جز حالا یکی دوتاشون از اسکیلای هر بازیکن. این بازیکنی که وینگر چپ راست و هافک میتونه بازی کنه، یه جور 4 فرانسه معمولی است که خیلی خوبه، میتونه براتون کار در بیاره. اگر اکانت دومی دارید یا اصلا مثلا وینگر اونقدر خارق‌العاده تازه اکانت درست کردید میخواین با مثلا شانس‌های رایگان استفاده کنین، به درد ایونت ها هم میخوره، ایونت مثلا ملی. خب کارتش خیلی خوبه، من توضیح ندادم، اول توضیحات کامل کنم بعد میگم چرا اوپامکانو کارتش خوبه. دریبلینگش بدک نیست، کلش هم خوبه، اما اصلا نمیتونین به خوبی مثلا به اون کارتای 100 برسه. لیونل مسی که اول بازی که بعد از آپدیت 2025 اومد اون اصلا به اون نمیرسه. خب بیایم سراغ اوپامکانو تکلش خوبه، چاپش خوبه، هدینگش خوبه، به درد کورنر ها میخوره که وقتی میرید کورنر بزنید خارق‌العاده است و تکلش عالیه. مثلا اگه بذارید اکانت دوباره دوم دارید میتونید ازش استفاده کنید. اسکیلاش هیچ کنون به درد نمیخوره، حالا جدا از چند تا اسکیل دیگه 2-3 تا بازم مثلا کلا بازیکن‌ها 2-3 تا اسکیل به درد میخورن از هر بازیکنی که اینجا هست. خب حالا ما کار به این باکس نداریم، من تونستم جمال و اوپامکانو و هریکین به دست بیارم. ما حالا باید رتبه بندی کنیم که کدوم بهتره، سود کدوم بهتره. خب
رتبه یک سدس میرسه به جمول جز از کارتای خفنه. رتبه دوم به هری میرسه که هدینگ خوبی داره. کیمیش هم خب خوبه. این بازیکن وینگر که رتبه 4 میگیره هم بهتر اوپامکان است تا حدودای اوپامکان هم میشه پنجمی. خوبن در هر صورت هر کدومشون که بگیرید خب اونقدر هم فایده برای کانت نداره ولی خب بازم خوبه. خب باکس پوتو رو داریم فعلا. این باکس رایگان هم باید یه ویدیو جدا بگیرم توضیح بدم. 2 شانس رایگان تو این ویدیو براش میذاریم. خب این باکس ها رو پوتو هم داشتیم میگفتم بریم برای پوتو. خب پوتو از ستای آخر شروع میکنیم به بالا و رتبه بندیشون دیگه میکنیم که چطوری هم. خب رتبه های بندی خب بیایم از آخر شروع کنیم. ستای آخر که خیلی هم گفتن به درد ایونت ها میخورن. بله به درد ایونت ها میخورن ولی اینترست 100% به درد ایونت ها میخورن. وقتی اشتباه میکنم ایونت ها میخورن. چارتایی که رتبه 3 رو میگیرن تو این پوتو این هفته و خیلی اونقدر خارق‌العاده‌ام. ما هم انتظار اونقدر بالایی نداشته باشیم چون پوتا باید هم بازیکن خوب هم بازیکن بد داشته باشه. خب این باکس راموس که من زدم گرفتم با 100 تا کوین گرفتم که این بازیکن هدینگ، شوتینگ یا همون شوت و حتی یکم پاسینگش هم خوبه و این بازیکن به درد نوک میخوره برای تست. خب بریم سراغ کارت رتبه دوم. بخش کارت نیست چند کارت. مولر که شاید این آخرین کارت پوتوش باشه، احتمال خیلی زیاد کارت آخرش باشه. سولوس اگر درست میگم تو کامنت بگید. بسیار سبک خوبی داره بازی میکنه. هدینگ خیلی خوب و کارتش 96 میشه که با مربی بوستر دار تک بوستر 2 بوستر فرق نمیکنه. حالا مربی مثل همین پپ 88 که با جی پی هم میخرین فکر کنم 100 بشه دیگه. خیلی بخواد 101 هم بشه ولی فکر نکنم. بوسترش اونقدر خوب نیست ولی به چیزای مثلا مهارت‌های خوبی اضافه میکنه. اسکیلاش هم هدینگش خوبه. اسکیل هدینگ داره خوبه. خب کارت بعدی امیلیو مارتینز دروازه‌بان تیم آرژانتین که این دروازه‌بان اگه 100 میشد جز از حالا بهترین کارت‌های پوتو بود چون کورتوا 100 شد، آلیسون هم 100 میشد. فکر کنم اوبلاک هم کارت 100 داشت. پوتو اسکیلای دروازه‌بانی داره و دروازه‌بان خوبی است اما جز از برترین ها نیست. خب بیایم بریم رافینیا رو داریم. رافینیا اینجا سبکش خارق‌العاده است. 96 میشه. اولین کارت فکر کنم این امسالی که 100 میشه از رافینیا داخل پوتو. دقت کنید داخل پوتو کارتش 80 هنوز حتی با بوستر. سرعت یا شتابش هم عالیه و به درد ترکیبتون میخوره 100%. حالا برای تعویضی هم خوبه. ما اسکیلاش هم بدک نیست. یه 7-8 اسکیله فکر کنم یه 6-7 که حداقل 4 تاش خوبه. بیایم سراغ این بازیکن نیوکاسل که این هفته هم اومده. فکر کنم با مربی خاصی 100 بشه. به درد هافک دفاعیتون میخوره. سبکش باکس تو باکسه یعنی این بازیکن هم میره جلو هم برمیگرده عقب و به درد تیم شما میخوره 100% اگه 100 بشه. پاسینگش که بعد از آپدیت 0.4.4.1 فکر کنم خیلی مهم شده هم داره. پاسینگ حتی تکینگ همون تکل رو خیلی خوب داره. شوتینگش هم بدک نیست. اسکیلای خیلی خفنی هم داره و کیلیان امباپه هتریکی که کرد در مقابل تیم بارسا ولی جواب نبود. خب در اومد امباپه فکر کنم درست امباپه قدش عجیب کوته. سبکش بدک نیست. یا آچار فرانسه تو نوکه براتون. خب بتونیم بگیم اگر اوشه یا هم آگه محیطیش عالی 88 و پاسینگش افتضاح اونقدر خوب نیست ولی حالا پاسینگش دینگش هم بده ولی فینیشینگش خوبه در حدی که تو مهارت بتونی یه هد کوچیک بزنه خوبه دیگه. شتابش عالیه. به شتابش معروفه. شوتینگش هم بچه ها خوب نه اونقدر عالی نه اونقدر بد متوسط
و خوب. اسکیلاش اونقدر خوب نیستن ولی جوابه داخل مثلا ترکیب اگه بزنی یا اکانت دوم داری یا همون ترکیب اصلی عالیه. خب این بازیکن که توضیح داریم بیایم رتبه بندیشون کنیم. سه تا جدول میشه، این چند تا میشن رتبه آخر یا سوم. خب بیایم بالا، راموس، سولوس، مولر و امیلیو مارتینز میشن رتبه دوم در این جدول. سولوس هم که حتی میتونه رتبه اول هم باشه با مارتینز چون اینقدر کارتاشون خوبه. امباپه هم بدک، امباپه و رافینیا و این بازیکن نولات نمیدونم چی دیده نمیشه، نمیدونم. حالا این بازیکن که تو کامنت هم بگید اسمش چیه، سه تا برترن. امیلو مارتینز و سولوس که گفتم میتونن جزء برترینا باشن این هفته و خوبا باشن. اگه گرفتید این 5 تا رو سود کردید. ویدیو که داره میگین آره اگه این گرفتید سود 100% کردید. خب بیایم باکس رو بزنیم، منتظر چی هستیم؟ بیایم باکس رو بزنیم. فیری داره میده به ما. خب بزنیم بره داخل. خب چی شد؟ آمد. وای داخل سبزه، توی سبزه، حتما کارت خوبی داده. اگه اون جزء 3 تا باشه برده رو بردیم. امباپه، اسپانیا، کیلیان امباپه، بله کیلیان امباپه رو میده به ما. کیلیان امباپه خارق‌العاده است این امباپه در ترکیب و بیایم تستش هم کنیم. بریم سراغ ترکیب اول، قفلش هم کنیم. بازیکن رو قفل کنید، امنیت بالاتر. بازیکن رو قفل کنید چون شاید اکانتی چیزی رفت. بازیکن ها باشن چه اگه خواستیم برگردونش میشن بازیکن ها هست نشده شد. خب اینجا این باکس ها خود داریم میبینیم دیگه. من با اولین شانس همون بعد از آپدیت رفتم داخل، با اولین شانس تونستم این بازیکن رو در بیارم داخل. اکانت دوم این گولرو رو در آوردم و بقیه بازیکنان که داریم با 2 شانس شاید یه اپیکی در آوردیم تو این ویدیو. تست رایگان داریم، راحت و رایگان. خب فیری بزنیم، اولی با 5 کنسل و 6 رو میزنیم. جواب بوده فعلا برا من. بریم تو در مورد اون مهاجم یکیه، باید فکرتون رو ترکیبتون باشه. طبق ترکیبتون باید بازیکن افتضاح داره. خب طبق ترکیبتون باید مهاجم، اگه دفاع نداره این دفاع وسط بایر مونیخ که بلژیکیه عالیه براتون، یعنی عالیه. اگه دفاع نداره 100% اینو ببرید، یا دفاع راست میلان که داخلش نمیدونم اسمش چی بود، بکمپ هم خوبه ولی نبرینش اصلا. اگه فریداد یا همون شانس رایگان براتون عالی باید باشه. این شانس دومم که هیچی نداد، هیچی گیرون نیامد، ولی کیلیان امباپه گیرون اومد و باید خدا رو شکر باشیم. در مورد این باکس هم شاید در آینده اگه فرصت کردیم یه توضیح هم در مورد این باکس بدیم. فرصتش زیاده، میتونیم در آینده بدیم توضیحاتش. خب بریم مرور کنیم که چی رو قرار در آینده اگه وقت شد بگیم. یکیش 100% اینه، باکس بایر و اون مهاجمه اسمش یادم رفت، یادم. و این نومینیمیت ها که باش میگیرید همون دیگه ما میگیم سکه، همون سکه رایگان. خب این هم باکس بکن بایر که 100% بوستراش خوبه ولی سبکش در خصوص اونایی که سبکشو بازی میکنن سانت جلو. خب امباپه رو بیارم جای امباپه 101 میشه. یه سرجین راموس هم امباپه رو اول بیاریم داخل. امباپه فکر کنم با مربی خاص 102 بشه. خب اینجا خواستم بگم هریکین این دوتا کارتاش با هم هیچ فرقی نمیکنه. اگه دوتا کارتا رو گرفتی سوخت کردید چون هیچ فرقی بین این دو کارتا نیست. حالا شاید این سمت راستی که الان علامت میخوره، آره این دوتا کارتاش هیچ فرقی نمیکنه. سمت راستی که رایگان میدنه همون با سکه 5 ستاره فایده داشته باشه. این هم کارت راموس. امیدوارم از ویدیو خوشتون